باشه. روزتون بخیر. امروز خدمت شما عزیزان رسیدم که در مورد دستگاه لاغری موضعی با هم صحبت کنیم. این دستگاه همونطور که مشاهده می‌کنید داره چندین هندپیس هست که هر هندپیس کارای متفاوت. هندپیس اول هندپیس کاویتیشن هست، بعدی وکیوم، هندپیس‌های RF رو مشاهده می‌کنید که در سایزهای مختلف وجود داره که برای نواحی مختلف استفاده میشه. دستگاه کاویتیشن رو که مشاهده می‌کنید خیلی‌تون از من سوال پرسید که این دستگاه چه کارایی تو بدن ما انجام میده. با امواج صوتی که داره یه سری پالسا میفرسته که باعث میشه سلول‌های چربی بشکنن و به گلیسرول و اسیدهای چرب تبدیل بشن که بتونن راحت‌تر از بدن دفع بشن. هندپیس بعدی هندپیس وکیوم هست که یه مکش داره و با استفاده از رولری که داره و مکشی که مشاهده میکنید سلول‌های چربی رو بالا میکشه و ماساژ میده و باعث کوچیک شدن سلول‌های چربی میشه. در این حال با اشعه‌ای که داره و حرارتی که تولید میکنه سلول‌های چربی رو تخریب میکنه و شما کاهش سایز رو در اون ناحیه مشاهده میکنید. این هندپیس RF که مشاهده میکنید برای صورت استفاده میشه که برای رفع خط خنده، چین و چروک‌های صورت، رفع قبقب و کانتورینگ صورت استفاده میکنیم ازش. قسمت بعدی دستگاهی که میخوام براتون در موردش توضیح بدم قسمت عضله‌ساز هست که با یک سری پالسایی که تولید میکنه باعث رشد عضلات میشن و هر کدوم از این پدها در ناحیه مختلف استفاده میشن، مثل ناحیه سینه، باسن و هر جای دیگه که شما بخواید عضله‌سازی اتفاق بیفته. ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. تشکر از نگاه زیبای شما عزیزان.